سلام. امروز پوره گل کلم درست میکنم که به نظرم طعمش خیلی شبیه بابا غانوشه که با بادمجون درست میشه. نصف گل کلم رو با پیاز و کمی روغن و نمک تفت میدم. بعد با شیر بلندش میکنم. وقتی غلیظ شد بهش کمی جوز هندی میزنم و این شد پوره گل کلم. حالا سیب زمینی ها رو با کمی روغن و ادویه میذارم تو فرن. حتما بعد از برش زدن سیب زمینی ها بشوریدشون تا نشاسته سطحش بره و خوب برشته بشه. بعد مرغ رو با زیره و سیر و فلفل میپزم و تمام. به نظرم پوره رو به تنهایی هم میتونید نوش جان کنید. زیره توی مرغ هم از نفخ جلوگیری میکنه. نوش جونتون، عضله بشه به تنتون.